یک گام شجاعانه و با اهمیت است که در شهر مسکو، پایتخت یکی از کشورهای قدرتمند جهان و کشور دوست افغانستان، گرد هم آمدیم تا موزل کشور ما را میان هم مخاطبین و دوستان منطقوی ما به بحث بگیریم. دوستان گرامی، کشورم افغانستان در دو سال گذشته در یک سیاهچاله خفقان آور و یک بنبست تاریک فرو رفته. افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده و از تمام شؤون انسانی محروم گردیده و اقتصاد در شرف سقوط دارد. چندین میلیون انسان از وطن عزیز خود به زندگی رقتبار و سخت مهاجرت مجبور شدند. قوانین و لوایح 100 ساله دولتداری در افغانستان به بهانه‌های مختلف ملغا گشته و در کنار جامعه مدنی و مطبوعات بنیادی ترین حقوق انسانی مردم ما حذف شده. افغانستان به صورت وضوح و آشکار مبدل به یک سرزمین سیاه و مبهم بر مردمش و یک نقطه و یک بهشتی بر افراطیت، تروریسم و گروه‌های تبهکار چون قاچاقبران دیگران تبدیل شده.